سؤال فضيلة الشيخ إن فضيلة حرف ندرس شيء حذف الجيم يا فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ حاطب بن أبي بلتعة عاون المشركين والكفرة ولم يكفره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهل كل من عاون الكفار من المسلمين يكفر؟ سؤال متفق شيخ محترم حاتم بن أبي بلتعه صحابه است فهمیدید اگر کسی تاریخ خواندگی باشد این مشرکا را یاردم داد کافرها را یاردم داد پیغمبر علیه السلام در برابر این کارش بعد از که فهمید او را دستگیرش کردن که واقعا خبر برده است کردن چه پیغمبر او را یعنی که او را به کفر اتهامش نکرد چه یعنی که کافرش نگفت چطور فهمیدن میشود که شیخ در اینجا چی گفت دیگر از عملهایی که انسان از اسلام میبراند مرتد میشوند چی بود مظاهرت المشرکین و معاونتهم علی المسلمین یاردم دادن مشرک ها و همدردی و همکاری کردن اونها با مقابل مسلمان ها این چه مرتد است گفت در کدوم بند بود هشتمه انق الثامن مظاهرت المسلمین نعم گوش کنید بعد چی میشد این صحابه یاردم داد هم خلاص فهل كل من عاون الكفار من المسلمين يكفر آیا اکنون بعد از همین حادثه رو شنیدن آیا بس هر مسلمانی که کافرها را یاردم میدهد از یعنی هر کسی که کافرها را یاردم میدهد از مسلمان هاش خودش و یک کافر میشود یعنی الجواب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه له من السوابق ومنهم سابق بالخيرات لا يردش بشيء آيته ومنهم سابق بالخيرات مسلمان ها زینه در ایمان یعنی که رتبه ها دارند بین یکدیگر متفاوت هستند خب این صحابی گرامی چنان عملی پیشینه داشت که یعنی از این کار کردگیش پیش یک کاری کرده بود که یعنی که عملی یک عبادتی یک عبادتی خوبی داشت که ما الذي گفته کفر الله به عنه الله سبحانه و تعالی به توفیل اون عملی کردگیش این عملی کفرشه گرچنده که ظاهرا این چه واقعا کفر میتونه این عملش الله بخشیدگی است فهمیدی یعنی پیش از این کار کردنش یک سوابقی داشت یعنی عملی گذشته داشت یک خوبی های گذشته داشت که الله تعالی به طفیل همون چیکار کرد کفره گذشت کرد الله تعالی او را بخشیدش چرا لانه من اصحاب بدر زیرا که از اصحاب بدر است چی گفتن این از کسان است که واقعا در جنگ بدر اشتراک کرد در جنگ بدر اشتراک کردگار الله چی وعده کرد الله بخشید ویاره الله ویاره بخشیدگی است وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمود الله بخشید گناههای گذشتهشون این دیگه معنا دوام گوش کنید چی میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ان الله اطلع على اهل بدر الله تعالی به اهل بدر چیکار کرد نظارت کرد نگاه کرد آگاه شد بعد از آن گفت چی گفت الله اعملوا ما شئتم فهمیدید این فعل امر است هم خلاص چی عمل میکنید بکنید اعملوا فعل امر است زمانش کدام زمان دلالت میکنه مستقبل جنگ بدر هم و اشتراک کردگار الله گفت که اعملوا ما شئتم چی کار میکنید کردن گرید چیزی که دلتون میکشد بکنید فقط غفرت لكم من شما را بخشیدگیم بود بعد از همین این چیکار همین کار کرد و هو مؤمن صادق الایمان و این مؤمنی بود در ایمانش صادق بود ولكنه فعل ما فعل ولی اون کاری که کرد کردگی کارش کرد فعل ما فعل اون صحابه اون کاری که کرد بعد برای چی کرد
و قصدن نکرد لانه تأول لنفسه و برای خودش همین خیلی تأویل کرد، برای خودش همین کاره یعنی خطا بودنش حس نکرد، گفت که درسته اگر همین کار من کنم اونجا اندخی اشتبارم، یعنی که برای خاطر مصلحتی خودش همین خیلی تأویل کرد. و ظن ان هذا ما يضر المسلمين، گمان کرد که این به مسلمان ها ضرر نمی آورد، یعنی خبر داد که مسلمان ها چی نقص دارند. این قصه مشهوره، فهمیدی؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك لم يكفره، به همین لحاظ به همین خاطر پیغمبر علیه الصلاه و السلام او را کافر نگفت، لانه صحابی جلیل حصل منه خطأ عن تأویل، زیرا که وی اساسا صحابی خیلی هم بزرگ است که از وی خطاگی صادر شد از پشت چه؟ از پشت همین تأویل، یعنی تفسیری که خودش کرده. وله سابقه کفرت عنه ما حصل، و چی داشت؟ عملی گذشته داشت که انا اون از وی روی دادگی این کار خطاگیشه، اون عملی گذشتهش چیکارش کرد؟ بخشیدش، فهمیدی؟ گذشت کرد از اون. مفهوم؟ مراد از اون عملی بزرگی که پیش از این خطاگی کرده بود از چی عبارت بود؟ در جنگ بدر از اصحاب بدر بود، فهم؟ یعنی به این قیاس کردن نمیشه. یعنی که من شما مردم عادی چی سابقه داره؟ یکمش که سابقه نداریم که باید تکفیری وی ما شود، دویمش یعنی به این رتبه که الله ما رو گفت باشه که اعملوا ما شئتم، این خاص به اون هاست. دویمش این که این صحابه قصدن نکرده است، نه.